خب بازم یه شنبه بازار داریم اینجا که اینجا اول ماهی فروشیشونه، ماهی ها رو داره، مهدی رو داره، ماهی سالمون رو داره، ماهی کوچولو رو داره، کفش یا وسایل آشپزخونه رو داره، کفش و این چیزا و سبزی و میوه‌جات، توت فرنگی ها رو، انجیرا رو ببین. هر انجیر حدودا نیم کیلوه، باور کن 500 لیر 400 لیر میوهاش، میوه‌های قشنگیه. فلفلا رو فلفلایی داره مثلا اونور بلاد نمیدونه گوجه بادمجوناش، میوهاش خیلی تر تمیز و برگ انگور واسه اونه که دوست دارم، سیر، انواع لباس، سیب زمینیش، سیب شیرین، هندونه ها رو، طالبی، گلابی، گیلاس، آلوچار. خیلی بازار پرزرق و برقیه واسه میوه. اینا نمیدونم چیه، شبیه کاهوه. خمار، برنج. یکم قیمتاش از اون بازار قبلی که رفتم بیشتره، ولی خب تنوعش خیلی بالاتره. یعنی هم لباس داره، هم خوراکی داره، انواع زیتوناشو ببینید چقدر بزرگه، انواع زیتون، پنیر، عسل داره، تخم مرغ، های بومی، اینور آجیل، انواع آجیل، پسته، بادوم. ببین نخود سبز، زردالوهای خوب، موزاش، نخود سبز هم زیاد دارم، بلات، اینو نمیدونم چیه. گوجه هاشون رو ببینید چقدر بزرگه، اومده اونجا بازش کرده. اینجا هم که دوباره آجیل دارن، آجیلاشه. انواع اقسام آجیل، سیب و پیاز، پیازا 3 کیلوش 250 لیر، اینا هم 3 کیلوش 200 لیر. تا اون انتها هم میوه و چیزا رو داره. اینا مثل خربزه مشهدی ما میمونه، هندونه هم که دارن و دمپایی هم زیاد دارن اگه میخواد.